سلام، وقتتون بخیر. داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، یه نکته‌ای رو دیدم که احساس کردم خیلی حساسه. گفتم که بهتره راجبش یه توضیحی بدم. اول اینکه خیلی خوشحالم دوستان دارن آموزش میدن صادرات و تجارت رو تو اینستاگرام و عنوان میکنن که آقا از بدون هیچ سرمایه شما میتونی صادر کننده بشی. بله میشه، شما تامین کننده پیدا میکنی، از اون ور مشتری پیدا میکنی، دوتا رو با هم کانکت میکنی و با حق بروکری خودتو برمیداری. ولی مسئله مهمی که هست اینه که شما وقتی این کار رو میخوای انجام بدی، کالایی رو از ایران به هر کشور دیگه برسی، آیا قوانینش رو بلدی؟ آیا چالش هاشو میدونی؟ ببینید، صادر کردن بسیار سخته. اصلا اینطور نیستش که عنوان میکنن خیلی آسونه، راحته، میشه، من انجام دادم. کاری با این مسئله ندارم. فقط خواستم آگاهتون کنم، بگم که ببینید صادرات یه سری قوانین و چالش‌های بزرگ و کوچیکی داره که شما زمانی که کالا رو میخوای ارسال کنی به هر کشوری باید مطلع باشی. قوانین گمرکی اون کشور مقصده، حالا مثلا ونزوئلا قوانین گمرکیش با روسیه فرق میکنه، روسیه با عراق فرق میکنه، عراق با امارات فرق میکنه. هر کدوم یه قوانین خاصی داره. مثلا حالا تو تخصص خود من خرما، شما نمیتونی به عراق کالا بفرستی، خرما بفرستی، اصلا نمیتونی دنبال مشتریابی باشی اونجا. اشتباهه، به خاطر اینکه عراق خودش تولید کننده خرما و گمرک خرما بیش از 80 تا 90%. پس هیچ تاجری نمیاد این هزینه رو بکنه بخواد خرمای ایران رو ببره توی عراق. پس گشتن مشتری توی اونجا اشتباه خیلی بزرگیه. این یک مسئله دیگه این که شما زمانی که کالا رو میخوای به هر کشوری بفرستی باید بسته‌بندی که انجام میدی دقیقاً طبق اون فرهنگ و آداب اون کشور باشه. در غیر این صورت باشه شما بازی و باختی. مثال بخوام براتون بزنم، مثلا کالایی که میخوای بفرستی برای کشور روسیه، شما به هیچ عنوان نمیتونی از کلمات انگلیسی توش استفاده کنی، چون روس‌ها به شدت از کلمات انگلیسی متنفرن. کالا باید کاملا به زبان روسی باشه و نمیتونی بیای توی گوگل مترجمش استفاده کنی بخوای اون حالا توضیحات کالا رو روش بنویسی. مثال بخوام بزنم، مثلا میخوای بگی این کالا از مواد درجه 1 درست شده، میدی به گوگل برات ترجمه میکنه، میای رو بسته بندید میزنی، کالا میره روسیه. نفری که توی روسیه برمی داره میخونه، اون مفهوم شما بهش نمیرسه. گوگل هم داره میزنه که این هست کالا مفید. این از لحاظ مفهومی بد میشه. پس اگر خواستین از هر کشوری کالایی بفرستین و از به قول گفتنی زبان اون کشور استفاده کنید، حتما بدین کسی که مترجم تخصص داره توی این کار رو براتون انجام بدی. از مترجم گوگل بنا به تجربه من استفاده نکنید. و یک مسئله دیگه هم میخواستم بگم این بود که صادرات بسیار شغل سخت، دشوار، چالش برانگیز ولی شدنیه. اگر توانش رو داشته باشین میتونید توش کار کنید، به موفقیت برسید.